توافق یا آغاز دوباره جنگ، دونالد ترامپ، تنگی هرمز و بحران بزرگ در خاورمیانه. دوستان سلام، با مهمترین خبرهای امروز پنجشنبه 17 اردیبهشت و 7 ماه می با شما هستم. امروز تقریبا همه خبرها حول یک محور میچرخید: مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ رسما گفته احتمال رسیدن به توافق بسیار بالاست و تاکید کرده در 24 ساعت گذشته گفتگوهای خیلی خوبی انجام شده، ولی همزمان هم تهدید کرده اگر توافقی در کار نباشه آمریکا وارد اقدام نظامی میشه و حتی گفته شدت حملات میتونن خیلی فراتر از گذشته باشن. همزمان وال استریت جورنال جزئیات تازه‌ای از خواسته های آمریکا منتشر کرده، خواسته هایی که عملاً یعنی جمهوری اسلامی باید بخش بزرگی از برنامه هسته‌ایش رو جمع کنه. طبق این گزارش آمریکا خواهان توقف غنیسازی برای 20 سال، برچیدن کامل فردو، نتنز و اصفهان و حتی تحویل کل ذخایر اورانیومه. یعنی فقط توقف فعالیت‌ها مطرح نیست، بحث از بین بردن کامل زیرساخت‌های هسته‌ایه. از اون طرف کانال 12 اسرائیل هم گزارش داده ترامپ به نتانیاهو گفته بدون خارج شدن اورانیوم غنی شده از جمهوری اسلامی هیچ توافقی امضا نمیشه. جالب اینجاست که طبق این گزارش جمهوری اسلامی درباره انتقال بخشی از اورانیوم 60% یک کم انعطاف نشون داده، ولی هنوز دعوا سر اینه که این مواد قراره به کدوم کشور منتقل بشه. اما داستان فقط هسته‌ای نیست. تنگی هرمز تبدیل شده به مهمترین گره بحران. NBC نیوز گزارش میده که عملیات آمریکا برای باز کردن تنگی هرمز که اسمش پروژه آزادی بود، بعد از مخالفت عربستان متوقف شده. ریاض نه اجازه استفاده از پایگاه‌های هوایی خودش رو داده، نه اجازه عبور از حریم هواییش رو. حتی تماس مستقیم ترامپ با محمد بن سلمان هم نتونسته سعودی‌ها رو راضی کنه. همزمان العربیه میگه مذاکرات برای کاهش تنش‌ها و باز شدن تدریجی مسیر کشتی‌ها ادامه داره و احتمال داره که ظرف ساعات آینده اتفاقات تازه‌ای در هرمز بیفته. رویترز هم فاش کرده امارات برای عبور نفتکش‌ها حتی ردیاب‌های موقعیت‌یاب بعضی کشتی‌ها رو خاموش کرده تا احتمال هدف قرار گرفتن کمتر بشه. مدیرعامل شرکت مرسک هم گفته هزینه‌های جنگ و بحران خلیج فارس مستقیم روی دوش مشتری‌ها میفته و فقط هزینه انرژی ماهانه نیم میلیارد دلار به این شرکت اضافه کرده. در داخل ایران مسعود پزشکیان ادعا کرده که 2 ساعت و نیم با مجتبی خامنه‌ای گفتگو داشته و گفته که جلسه در فضای صمیمی برگزار شده. این در حالیه که نیویورک تایمز گزارش داده که مجتبی خامنه‌ای هنوز تحت درمانه، برای یکی از پاهاش قرار پروتز دریافت کنه و به خاطر شرایط جسمیش هنوز هیچ تصویر یا سخنرانی رسمی ازش منتشر نشده. تا فردا و بخش دیگری از خبرها بدرود.